سلام دوستای قشنگم، حالتون چطوره؟ من محبوبم و اینجا کانال رادیو نواه. امیدوارم هر جای دنیا که هستید دلتون شاد و لبتون خندون باشه. خوشحال میشم که تا انتهای این ویدیو همراه من باشید و با لایک و گذاشتن کامنت هم از من حمایت کنید. بریم سراغ داستان. فقط 15 سالم بود که پسرعمم به خواستگاری من اومد. من فقط یه بچه مدرسه‌ای که عاشق درس خوندن بودم و هیچ علاقه‌ای به پسرعمم مجید نداشتم و البته حق انتخابی هم تو این ازدواج نداشتم. پدر مادرم مجبورم کردن که به این وصلت تن بدم. مجید 10 سال ازم بزرگتر بود و 25 سالش بود. شغلش آزاد بود و خونه و ماشین داشت. پدر من کارگر بود و همیشه با زحمت پول در می آورد، اما همیشه شریف زندگی می کردیم. قرار شد من و مجید 6 ماه نامزد بمونیم و بعد از اون ازدواج کنیم و به سر خون زندگی خودمون بریم. دلم نمیخواست به هیچ عنوان درسمو کنار بذارم. هر موقع مجید ازم میخواست با هم بیرون بریم، به یه بهونه‌ای درخواستشو رد میکردم. اونقدر بچه بودم که حتی از کنار مجید بودنم خجالت میکشیدم. از وقتی عروس عمم شدم مجبورم میکرد هر روز به خونه‌شون برم و تو کارای خونه و آشپزی کمکش کنم. چون رفت و آمد برام هر روز سخت بود، تصمیم گرفتم ساکمو جمع کنم و تو مدت نامزدی به خونه عمم برم. مجیدم از این قضیه راضی بود. وقتی به خونه عمه رسیدم از ترس زخم زبون و قهر کردن عمه بدون اینکه اون چیزی بهم بگه شروع به تمیز کردن خونه کردم. جارو کشیدم، حموم و دستشویی‌ها رو شستم و شروع کردم به آشپزی کردن. بعد از اینکه خیالم از بابت شام راحت شد 2 چای ریختم و پیش عمه نشستم. اما در کمال تعجب با من خیلی سرد برخورد کرد و طبق معمول با من قهر کرده بود. قهرای پی در پی عمه روح و روان منو آزار میداد. شب وقتی که مجید اومد و شام خوردیم موقع خواب شد. با دیدن رخت خواب 2 تاییمون تو اتاق جا خوردم و به عمم گفتم اگه میشه امشب من پیش شما بخوابم. عمم با دلخوری گفت بخواب پیش شوهرت، دیگه شما به هم محرمین. با ممن گفتم آخه ما تازه با هم نامزد کردیم، درست نیست، من اینطوری راحت نیستم. عمم بدون اینکه جواب منو بده به سمت اتاق خودش رفت و خوابید. مجید که از حرفای من دلخور شده بود گفت نترس، نمیخورمت. با خیال راحت تا صبح بخواب. فکر کردی مثلا عروس شهر پریونی و من باسه داشتن تو دارم میمیرم؟ بعدشم یه چیزی و خیلی وقت بود میخواستم بهت بگم. قید درس خوندن تو بزن. دختری که فکر درس خوندن و اینجور چیزا باشه معلومی که دیگه به شوهرش محل نمیده. با شنیدن حرفای مجید تا خود صبح گریه کردم. وقتی که به مادرم گفتم مجید چی گفته، مادرم گفت اشکال نداره، یه خورده باهاش مدارا کن، سعی کن با سیاست راضیش کنی. رابطه من و مجید هر روز بدتر از دیروز می شد. هر بار که عمم سر یه رفتار قهر می کرد مجیدو پر می کرد و مجیدم دق و دلیشو سر من خالی می کرد. کار به جایی رسیده بود که مجید دست رو من بلند می کرد. دیگه نمیتونستم تحمل کنم و تصمیم گرفتم که پدرمو در جریان بذارم. پدرم هم وقتی کبودیای بدنمو دید خیلی عصبانی شد و با مجید تماس گرفت و گفت هر کاری داری رها کن و بیا اینجا باهات کار واجب دارم. وقتی مجید اومد و پدرم دلیل رفتار مجید رو ازش پرسید، مجید خیلی طلبکارانه گفت حقشه، زنی که پر رو باشه باید با کتک ادبش کرد. پدرمم با خشم گفت این زنی که تو میگی پر روه هنوز بی کس و کار نشده که تو اینجوری مثل گوشت قربونی کتکش بزنی. دخترمم تا زمانی که تو آدم بشی خونه من میمونه.
مجید صداشو برد بالا و گفت دایی تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. خودش الان جمع میکنه میاد با هم میریم. اگه نه که 3 طلاقش میکنم بمونه بی خیلیش خودتون. پدرم که تازه وقاحت مجید رو دیده بود به مادرم گفت من دیگه ادامه زندگی این دوتا با همو به صلاح نمیدونم. ولی مادرم هنوزم دنبال آشتی دادن ما بود. گفت شاید برن سر خونه زندگیشون خوب بشن. اما حرف پدرم یه چیز بود و میگفت پسری که از حالا اینطوری روش تو روی من که بزرگتر این دخترم باز شده، بعدها هر بلایی دلش بخواد سر دخترمون میاره و تصمیم گرفت که طلاق منو از مجید بگیره. و به همین راحتی من تو سن 15 سالگی مطلقه شدم. با اینکه مدت زیادی با هم عقل نمونده بودیم ولی تاثیر اتفاقاتی که افتاده بود روی من کم نبود. قطع رابطه بقیه فامیل با ما به خاطر عمم بماند. تو محل و بین دوست و آشنام انگشت نما شده بودیم. به خاطر اینکه عقد کرده بودم مجبور بودم مدرسه‌مو عوض کنم و به مدرسه شبونه برم و دیگه هیچ کدوم از دوستامم نمیتونستم ببینم و به معنی واقعی کلمه تنها شده بودم. برای فرار از فکر و خیالایی که داشتم تصمیم گرفتم فقط و فقط درس بخونم. بعد از مدتی نگاه‌های خاص پسر همسایمون امیدو به خودم حس کردم. هر وقت می‌خواستم از خیابون رد بشم از کنار من رد می‌شد و دائم بهم میگفت مواظب باش. رفتار و توجه امید باعث شد توجه منم بهش جلب بشه تا اینکه بالاخره پا پیش گذاشت و بهم ابراز علاقه کرد. امید اون موقع 17 سالش بود و هنرستان رفته بود و 1 سال زودتر دیپلمشو گرفته بود. ولی دیگه درسشو ادامه نداد و تو کارگاه فرش بافی که پدرش داشت مشغول به کار شد. پدر امید وضع مالی خوبی داشت و امیدم پسر کاری و زرنگی بود. تا زمانی که کنکور دادم با امید در ارتباط بودیم و به هم دیگه وابسته شده بودیم. امید که میدونست من درس خوندن و خیلی دوست دارم از کتابخونه برای من کتاب کار میگرفت و بهم میداد. 3 سال از رابطه ما گذشت و من کنکور دادم و تو رشته مامایی قبول شدم. ما توی یکی از شهرستان‌های استان اصفهان زندگی می‌کردیم و من دانشگاه شهر اصفهان قبول شده بودم و مجبور بودم برای ادامه تحصیلم اونجا خوابگاه بگیرم. امید که طاقت دوری منو نداشت پدرش رو راضی کرد که یه کارگاه تو شهر اصفهان بزنن و اداره اونجا رو خودش به عهده گرفت. امید همیشه تموم مسیر خوابگاه به دانشگاه رو می اومد و منو می برد و من اصلاً احساس غربت نمی کردم. 1 سال از دانشگاه من میگذشت و امید تصمیم گرفت علاقش رو به من با خانوادش در میون بذاره، اما همونطور که انتظار داشتم خانواده امید موافقت نکرده بودن. امید می گفت برای من مهم نیست و حتی اگه خانواده‌مم نخوان من خودم تنهایی پا پیش میذارم، ولی من ازش خواستم که یه مقدار صبر کنه تا شاید خانواده‌اش باهاش کنار بیان. یه روز بعد از دانشگاه امید اومد دنبالم و گفت برای من یه سورپرایز داره و ماشینشو جلوی در یه آپارتمان پارک کرد و گفت بیا بریم بالا. جلوی خونه که رسیدیم کلید انداخت و درو باز کرد. یه خونه کامل که همه وسایلشم خودش تنهایی چیده بود. رو به هم گفت ریحانه من طاقت دوری تو ندارم و نمیدونم خانواده هامون تا کی میخوان با هم مخالفت کنن، اما من خونه خودمو با تو رو چیدم، اگه لازم باشه خودم تنهایی پا پیش میذارم. رو به امید گفتم امید جان لطفاً با مخالفت خانوادت کنار بیا، بالاخره نظر اونا مهمه، من یه زن مطلقم. امید دستامو گرفت و گفت دیگه هیچ وقت این حرفو نزن، تو از تموم دنیا برای من مهمتری. با اینکه قلبم از دیدن اون خونه‌ای که امید به عشق دوتامون چیده بودش پر میکشید،
ولی پا روی دلم گذاشتم و ازش خواستم که وسایل رو بفروشه و خونه رو پس بده. خیلی راه سختی برای به هم رسیدنمون پیش رو داشتیم. از امید خواستم تا پولاشو پسنداز بکنه، شاید یه روزی خانواده‌اش به وصلت ما راضی بشن. وقتی که بین تعطیلات 2 ترم به خونه رفتم، مادرم گفت که یکی از همکلاسیای من برای خواستگاری پا پیش گذاشته. اسم پسره رو که شنیدم شوکه شدم. امیررضا از بچه‌های رشته پرستاری بود و چندین بار دانشگاه دیده بودمش و گاهی متوجه نگاه‌های عجیبش شده بودم. اما هیچ وقت فکر نمی کردم اینطور ناگهانی با خانواده‌اش پا پیش بذارن. وقتی که به مادرم گفتم مخالفم، مادرم تعجب کرد و گفت خیلی پسر خوبی به نظر میاد. وقتی بهش گفتم که تو قبلا جدا شدی، خانواده‌اش اصلاً هیچ مخالفتی نکردن. مادرش زن فهمیده‌ای بود و گفت این موارد برای ما اهمیتی نداره. چرا میخوای لگد به بختت بزنی مادر؟ به مامانم گفتم مامان جون، من راضی نیستم، دلم باهاش نیست، دیگه اینقدر اصرار نکن. تصمیم گرفتم قضیه رو با امید در میون بذارم. امید وقتی که فهمید برام خواستگار اومده خیلی عصبانی شد و گفت هر طور شده با خانوادم صحبت میکنم. اون شب با تموم فکر و خیالایی که داشتم به رخت خواب رفتم. اما نصف شب با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم. دوست امید بود و با گریه داشت صدام میزد. سراسیمه ازش پرسیدم چی شده؟ بهم گفت امید کلی دارو خورده و الان تو بیمارستانه. نمیدونستم باید چی کار کنم. کلافه بودم. مثل مار دور خودم میپیچیدم و نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم. دوست امید گفت مثل این که اون شب امید با خانواده‌اش بحث شده و بهشون گفته اگه با ازدواجش با من موافقت نکنن یه بلایی سر خودش میاره. هیچ جوره نمیتونستم توی خونه بمونم. مامانم رو بیدار کردم و تموم قضیه رو بهش گفتم. التماسش کردم که منو به بیمارستان ببره طوری که پدرم متوجه نشه، به بهونه این که من دلم درد میکنه. آژانس گرفتیم و به بیمارستان رفتیم. باورم نمیشد با اون حال روی تخت بیمارستان افتاده باشه. دوست امید رو به من که از شدت گریه نفس نمیتونستم بکشم گفت معده‌شو شستشو دادن و حالش بهتره. اما گفتم بهتره که تا صبح صبر کنیم. چندین ساعت تا صبح برای من به اندازه 1 سال طول کشید. وقتی گفتن امید بهتره تونستم نفسی از سر آسودگی بکشم. وقتی که با کلی التماس گذاشتن یه لحظه کوتاه امیدو ببینم، خیسی اشک اجازه نمیداد صورتشو ببینم. دستشو محکم تو دستام گرفتم اما تا به خودم بیام امید بوسه‌ای به دستام زد و گفت ریحانه اگه تو پیش من نباشی من ترجیح میدم بمیرم. بعد از اون اتفاق خانواده امید راضی شدن که ما با هم ازدواج کنیم. خانواده خوبی بودن و تنها دلیل مخالفتشون متعلق بودن من بود. اما به خاطر امید تصمیم گرفتن که چشم روی این قضیه ببندن. منم سعی کردم مثل یه دختر بهشون محبت کنم و همین محبت‌های من باعث شد رابطه ما خیلی بهتر از رابطه عروس و مادر شوهر بشه. من و امید به سرعت با هم نامزد کردیم و روزای خوش ما شروع شده بود. امید هر روز میگفت من دوست دارم زودتر خونمونو بچینیم و با همدیگه زندگی کنیم. هر روز از امیدها و آرزوهاش برام میگفت. دائما میگفت من دوست دارم یه پسر بیاریم اسمشو بذاریم امیرعلی. میخندیدم و میگفتم انقدر تون نرو، حالا خیلی مونده تا بچه. مشغول تدارکات عروسی بودیم و پدر شوهرم چون که امید تک پسر بود عروسی خیلی مفصلی برامون گرفت. مهمونای خیلی زیادی داشتیم. عروسی قشنگ و به یاد موندنی گرفتیم. موقع رقص 2 نفره اشک تو چشای من و امید جمع شده بود. امید بغلم کرد و گفت باورم نمیشه تو زن من شدی.
باورم نمیشه بالاخره ما به هم رسیدیم. رو به جمعیت کرد و داد زد بالاخره زنم شد، زن خودم شد. گفتم امید زشته، به خدا آبرومون میره. خندید و گفت میخوام همه دنیا بدونن که چقدر دوست دارم. تا ساعت 2 شب زدیم و رقصیدیم و بعد من و امید دوتایی به خونه ای رفتیم که همیشه آرزوشو داشتیم. امید انگار اصلا خسته نبود، تازه گرم صحبت شده بود. تک تک روزایی که با هم دوست بودیم و برام تعریف میکرد. خمیازه‌ای کشیدم و گفتم آقا پسر صبح شده، منم که خستم، حداقل بیا کمکم کن لباس عروسمو در بیارم و بخوابیم. امید کمکم کرد و لباسمو در آوردم. به قدری خسته بودم که فکر شستن موهامم نمیتونستم بکنم. آرایشمو پاک کردم و خوابیدیم. صبح با بوسه و نوازش امید چشم باز کردم. وقتی که از اتاق بیرون اومدم دیدم میز بزرگی از صبحونه برام چیده. خندیدم و گفتم از فردا همه اینا با خودمه. امید خندید و گفت پس چی فکر کردی؟ از فردا دیگه تو باید هوای شوهرتو داشته باشی. یه نگاه رو میز کردم و گفتم ولی چقدر دلم شیر کاکائو میخواست. امید گفت حیف شد، اشکالی نداره، حالا بشین چایی بخور، منم الان میام سر میز صبحونه. نشستم، اما چند دقیقه بعد با دیدن امید که لباس بیرون به تن کرده بود پرسیدم کجا میری؟ امید گفت امروز تازه عروسی، مجبورم هرچی که دوست داری برات انجام بدم. میخوام برم برای خانومم شیر کاکائو بگیرم. خندیدم و گفتم بابا نمیخواد، من همینارم نمیتونم بخورم. امیدم گفت خانوما بهت گفتم که فقط یه امروزه، بعدن دل تنگ میشه ها. خندیدم و گفتم باشه، برو دستت درد نکنه. امید بوسه سری روی گونه هام زد و از در بیرون رفت. 2 ساعتی از رفتن امید میگذشت و خبری ازش نبود. هرچی میگذشت بیشتر کلافه میشدم و هرچی به تلفنش زنگ میزدم جواب نمیداد. 1/2 ساعت دیگه گذشت و کم کم داشتم نگرانش میشدم تا اینکه خودش با هم تماس گرفت. گوشی رو برداشتم و گفتم امید معلومه کجایی؟ دارم کم کم نگران میشم. که صدای غریبه‌ای از پشت تلفن گفت ببخشید، من از بیمارستان تماس گرفتم، با این آقا چه نسبتی دارید؟ هل زده گفتم همسرمه. گفتن نگران نباشید، ایشون تصادف کردن و به بیمارستان آوردیمشون، اگه میتونید خودتونو به اینجا برسونید. با گریه و عجله زنگ زدم به پدر شوهرم و بهشون خبر دادم که چی شده. بعد آژانس گرفتم و خودمو به بیمارستان رسوندم، ولی اجازه ندادم ببینمش. گفتم باید عمل بشه چون حالش پاره شده. امید با موتور با یه نیسان شاخ به شاخ شده بود و فرمون موتور تو شکمش رفته بود. خیلی عمل امید طول کشید. بعدش گفتم باید تو بخش مراقبت‌های ویژه باشه. فقط از پشت شیشه میتونستم ببینمش. تا صبح روی زمین سرد و یخ بیمارستان منتظر نشستم. به هرچی که میشناختم و قبول داشتم توسل کردم، اما وقتی هجوم پرستارا رو به اتاقش دیدم ته دلم گفتم حتما امید بیدار شده. اما با شنیدن کلمه تسلیت میگم فهمیدم که دنیا برای من به پایان رسید. هنوز رخت عروسیمو از تنم در نیاورده بودم که باید رخت عزای عشقمو به تن میکردم. شوکه شده بودم، قلبم درد گرفته بود. خونه پدر شوهرم قیامت بود. همه مهمونایی که تا شب قبل داشتن برای شادی ما میرقصیدن با چشای اشکی وارد خونه میشدن. من مثل یه مرده متحرک فقط همه رو نگاه میکردم. مهمونا اومدن و خواستن لباسیا به تنم کنن، اما مادر شوهرم نذاشت. خودشون میزد و میگفت اون تازه عروسه، شگون نداره سیاه تنش کنه، هیچ کس حق نداره سیاه به تن عروسم کنه. بیتاب بودم، التماس میکردم که بذارن ببینمش. بالاخره اجازه دادن که توی غسالخونه ببینمش.
خیلی آروم و قشنگ خوابیده بود. هنوز موهاش بوی تافت عروسی رو میداد. دست رو موهاش کشیدم و گفتم موهات از دیشب آخم نگفته. هنوزم همون جوری حالت داره. موهای منو ببین، همش رفته تو هم. نمیذارم موهاتو بشورن. موهات خیلی خوشگله. تازه اصلاحم کردی. خب دیشب دوماد بودی. دیگه راستی آخرشم برام شیر کاکائو نخریدی یا؟ لمس دستای امید که سرما رو به عمق وجودم هدایت میکرد به فهموند امید قرار نیست هیچ وقت جوابمو بده. از عمق وجودم برای آخرین بار اونو به آغوش کشیدم. دلم نمیخواست ازش جدا بشم، اما به زور منو از اونجا بردن. روز خاک سپاری مادر شوهرم کل میکشید و دست میزد و میگفت پسرم تازه دوماده، حق نداره کسی گریه کنه. تور عروسیمو آورد و رو سرم انداخت. دست گلمو توی دستم گرفتم و گفتم من عروسم، بذارید جلوتر از همه برم. من باید پیش دومادم باشم. حالم و گفتارم دست خودم نبود. مثل مجنونی بودم که هزیون میگفت. صدای گریه کسایی که توی تشییع جنازه حضور داشتن با شنیدن هر کدوم از حرفای ما بلندتر میشد. وقتی امیدو تو خاک گذاشتن تورمو از روی سرم در آوردم و رو خاکش انداختم. دست گلمو پرپر کردم و روی تور ریختم و با کسی که تنها عشق زندگیم بود خداحافظی کردم. بعد از خاک سپاری امید روزای خیلی سختی رو میگذروندم. به قدری از لحاظ روحی به هم ریخته بودم که متوجه حال بد پدر مادرم نشده بودم. بعد از مدتی تازه فهمیدم مادرم چقدر از موهاش سفید شده. تازه فهمیدم غم من اونا رو هم پیر کرده. تصمیم گرفتم درسم و ادامه بدم، چون تنها درس خوندن بود که میتونست منو از این غم و غصه کمی نجات بده. چند سالی از فوت امید میگذشت. تونسته بودم به زندگی برگردم و درسمو تموم کنم. یه روز که بیرون بودم اتفاقی امیررضا رو دیدم و ازم خواست که با هم به یه کافه بریم، کمی صحبت کنیم و منم قبول کردم. امیررضا بدون مقدمه گفت تازه از فوت امید با خبر شدم. خیلی ناراحت شدم. تسلیت میگم بهت. من که حرفی برای زدن نداشتم. سرمو پایین انداختم و گفتم خیلی ممنون. امیدرضا نگاه معناداری به من انداخت و گفت حقیقتاً من هنوزم نتونستم تو رو فراموش کنم و ازدواج کنم. از فوت همسرتم خیلی ناراحت شدم. گفتم شاید بتونم شانس خودم رو دوباره امتحان کنم. فقط یه چیز بهت میگم، من میتونم این قولو بهت بدم که سعی خودم رو بکنم که بتونم خوشبختت کنم. حرفای امیدرضا حرفای قشنگی بودن. پسر خوبی بود، ولی من هنوز نتونسته بودم با اتفاقاتی که برام افتاده بود کنار بیام. از طرفیم میترسیدم با امیررضا ازدواج کنم و نتونم حسی بهش داشته باشم. اما وقتی که شوق و اشتیاق پدر مادرم و از شنیدن پیشنهاد امیررضا دیدم، تصمیم گرفتم که به این پیشنهاد جدی‌تر فکر کنم. امیررضا پسر خوبی بود و میتونست مرد خوبی برای زندگیم باشه. پیشنهادش رو قبول کردم و ما با هم دیگه ازدواج کردیم. حالا حدود 5 سال میشه که من و امیررضا با هم ازدواج کردیم. یه پسر 2 ساله خیلی بامزه داریم که اسمشو گذاشتم امیرعلی. سالای اول شاید نه، اما یواش یواش علاقه و عشقی به امیررضا پیدا کردم که الان خیلی از تصمیمی که اون سالها گرفتم خوشحالم. همراهان عزیز، از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم. خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو برای من کامنت کنید و منو در ادامه این مسیرم همراهی کنید. تا یه شب دیگه و یه داستانی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.